اگه تو هم هنگام فرود از کوه پنجه پات آسیب میبینه این ویدیو رو تا آخر نگاه کن. کفش کوهنوردیمون که پامون کردیم دوبار میزنیم رو زمین که پامون بیاد در انتهای کفش. از پنجه پا شروع میکنیم بندها رو به کشیدن و کیپ کردنشون. خب حالا میرسیم به این سگک. اینجا خیلی مهمه. بند رو در امتداد خودش وارد سگک میکنیم، کیپش میکنیم. بند بعدی در امتداد بندها میکشیم تو سگک، کیپش میکنیم. اینجا 2 تا گره میندازیم رو بند، 1 2 تا. خب این برای چیه دوستان؟ برای اینه که مچ پامون رو کیپ میکنه و باعث میشه که ثابت بمونه و پنجه به سمت جلو حرکت نکنه. حالا میاریم میندازیم رو جابندی بالا و بعدش رو جابندی پایین. این به خاطر چی دوستان؟ به خاطر اینه که ساق پامون کیپ نشه، چون اگه بند اینجا ببندید به ساق پا فشار میاد و جریان خون رو توش کند میکنه. بندها رو به این صورت میبندیم. اگه از این کلیپ خوشتون اومد ما رو فالو کنید و برای خرید کفش استوریامون رو چک کنید.